خب برای جلسه اول نیاز به ابزار و وسایل خاصی نیست و یک مداد ساده هم کارمون رو راه میندازه. اول توی نقاشی چهره از چشم شروع میکنیم. در اول یه چشم رو میندازیم روی برگه. به طور کلی و به طور میانگین فاصله یک چشم، یک گوشه چشم تا گوشه چشم دیگه به اندازه یک چشم هستش. همینطور که اندازه گرفتم میبینید خب فاصله چشم تا پایین ابرو به اندازه نیم چشم هستش. ابرو رو میتونیم به طور دلخواه بندازیم و به مدلتون بستگی داره که چه شکلی باشه. خب فاصله چشم تا زیر دماغ، زیر بینی، یک چشم و نیم هستش و همیشه هم از پایین بینی شروع میکنیم به کشیدن. سپس پره های کناری بینی رو طراحی میکنیم. به صورت عمودی یک پره چشم انگار باید در راستای گوشه چشم سمت خودش قرار بگیره، یعنی به طور کلی البته اینو تو همه چهره ها نمیبینیم، شاید یک چهره متفاوت باشه، یعنی پره سمت راست بینی با چشم سمت راست باید در راستا قرار بگیره و سمت چپ هم که باید در راستای سمت چپ پره بینی قرار بگیره. فاصله بینی تا بالای لب نیم چشم هست. خب اجزای چهره تقریبا تموم شد. خب میریم وارد کره دور صورت میشیم که به شکل یک تخم‌مرغ هست، اما تخم‌مرغ برعکس، یعنی قسمت باریکتر تخم‌مرغ یعنی بالای تخم‌مرغ میشه چونه چهرمون و قسمت پهن‌تر تخم‌مرغ میشه بالای سر. انحناهای صورت هم مشخص میکنیم. یکم چونش هم بلندتر شد، درست میکنیم. خب موهاشم میکشیم، ولی چهرمون مو نداره. یه خاله ای از
شکل مو میندازم تا شما ها متوجه بشید. تقریبا چهرمون تمومه برای جلسه اول. خب ویدیوی امروز و جلسه اول به پایان رسید. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.